مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه تیم زنه میگه که منم تویی آقای گلزار جابجا کرد. مخاطبین از رسانه پشت پرده سلام، من امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امروز قصد داریم که راجع به پشت پرده های پنهان و عجیب و غریب این چهره آقای محمد رضا گلزار با شما صحبت بکنیم. نمیدونیم به عنوان خواننده معرفیش بکنیم، به عنوان بازیگر معرفیش کنیم یا به عنوان نوازنده که خوشبختانه در هیچ کدوم از اینا هم موفق نبوده و متر و معیار ما اجرای زنده و لایو خوانندگیش بوده که داغون بوده. بازیگری های خیلی سطحی و خشک این شخص و بازی های زیرپوستیش و نوازندگی های فالش و فولشش. گم شو، دیوونه شدی؟ خول شدی تو هم؟ رضا این حرفا چیه میزنی؟ میدونم حساسی، آره به منم شک داری. پیمانو ما بردیم دم ساختمون، پیمان رفته بالا رفته تو، پلیس ریخته تو، دست بسته، پیمانو تنها از اونجا آورده بیرون. چجوری پیمان پولا رو برداشته؟ که همه این اتفاقات رو امروز در این ویدیو برای شما بررسی میکنیم. در طول چند سال گذشته محمد رضا گلزاری که متولد اول فروردین 1356 44 سالشه و حاشیه کم نداشت، از ارتباطش با دخترهای کم سن و سال تا اینکه یه عده میگن کوکوموکو گل و اینا مصرف میکنه، خیلی علاقه داره به دخترهای زیر 18 سال و گروپ و از این چیزها. تا دوستیش با یک زن شوهردار در طول 10-12 سال گذشته که گند این قضیه بالا میاد، چند سالی رو از ایران مجبور میشه خارج بشه، فرار بکنه به اصطلاح، بره دبی. توی دبی هم سری تخلفات انجام داد که علی کریمی به دادش رسید که تونست مشکلش رو حل کنه و بعد از اون هم یه سری رانتا و لابی ها و برنامه‌های تلویزیونی و ارتباط عجیب و غریب با فیلم‌ها و نواوا، سایر شرکت‌ها و دوستیش با علی فروغی که اوور شبکه 3 و خیلی پشت پرده زیاد داره. کنسرتاش اصلا یه چیزی بگم بهتون نابود. وای نمیشه باورم، عشق اول آخرم تو شدی تمام دردمو. راجع به کنسرت امریکاش هم تو این ویدیو صحبت می‌کنیم. راجع به علیرضا امیرقاسمی هم صحبت می‌کنیم که راجع به این شخص خیلی دفاع کرده بود ازش به عنوان شخصی که سوپر استار هستش. خلاصه همه اینا رو در این ویدیو به شما میگیم. رضا گلزار از لحاظ خوانندگی و یه چند تا کارش هم گوش کردم و اینها و این بخش همون چطوری دیوونه و این کارها رو گوش کردیم و بال بود، خوب بود، بد نبود. راجع به دوست دخترش هم با شما صحبت میکنیم، میگن یه زنم داره، راجع به زنش هم صحبت میکنیم و خیلی موضوعات دیگه. اما قبل از اینکه من این موضوعات رو بگم یه لطفی بکنید، اگر کانال پشت پرده رو سابسکرایب نکردید دکمه قرمز رنگ این پایین هست روی سابسکرایب بزنید، اگر گوشیتون هم فارسی هستش روی مشترک شدن بزنید، چون که از الان به بعد دوباره داریم شروع میکنیم هنرمندها و سلبریتی ها رو از سحر قریشی بگیرید تا الناز شاکر دوست و بقیه بازیگرها که در قسمت بعدی راجبشون صحبت میکنیم. دوباره شروع کردیم یه لونگی بکشیم این بازیگرا رو. بیایم بریم ببینیم این آیتم رو. مخاطبین عزیز رسانه پشت پرده سلام، لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. ما نشان نقره یوتیوب رو دریافت کردیم، خواهش میکنم ما رو سابسکرایب کنید. دوستان عزیز برای بار چندم دارم میگم ما رو سابسکرایب کنید. آقا سابسکرایب کن که میخوای چیکار کنی؟ لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. بله، امیدوارم که کانال پشت پرده رو سابسکرایب کرده باشید. اگرم قبلا انجام دادید چک بکنید ببینید سابسکرایب هستید یا نه. یه لایک هم بکنید، جای دوری نمیره، چرا که یوتیوب شما رو ربات تشخیص نده، چون از ایران اگر هستید ممکنه که آی پی هاتون یکسان باشه و یوتیوب شما رو ربات تشخیص بده. اما میرسیم به آقای گلزار، اونجوری که نزدیکاش میگن به شدت کوک مصرف میکنه و مواد مصرف 24، یعنی چیز عجیب و غریبه
یه مدت که توی ایران بود با رامین رضاییان خیلی از این حرکت‌ها انجام میدادن و رامین رضاییان براش این کار رو انجام داد. بعد با هم دیگه رفتن دبی، بعد یه عکس در اومد تو دبی با یک خانم که نه چند تا خانم هر دو در یک لوکیشن. بعد از اون یه عکس دیگه بود که ما منتشر کردیم در کانال پشت پرده که با یک خانم کم سن و سال بود، با هم دیگه رفته بودن توی دونه هتل عشق و حال و چیزهای مختلف. میخوام از چند سال پیش شروع بکنم، از مدرک تحصیلی آقای گلزار بیایم جلوت. آقای گلزاری که در سینمای ایران بهش میگن سوپر استار، بهش میگن نمیدونم سینما پر کن، نمیدونم حالا متر و معیارشون از سوپر استار یعنی چی داخل سینمای ایران. اما وقتی ما نگاهی میندازیم به افتخارات و جوایزی که آقای گلزار گرفته، نه جایزه مهم بین‌المللی داخل افتخاراتش میبینیم، نه جایزه مهم داخلی. حالا اگر دارم بگم ما اصلاح بکنیم. حالا مثلا جایزه‌ای که گرفته بودن، جشنواره فیلم ایرانی تورنتو بوده مثلا، از اونجا ازشون به عنوان تک ستاره سینما ایران ازشون تجلیل شده. یا مثلا برای فیلم شیش و بش توی جشنواره فیلم ایرانی تورنتو ازشون تقدیر شده. اینا اصلا جشنواره‌های معتبری نیست، فکر کنید جشنواره معتبر، یک جشنواره برگزار شده بردن مثلا یه لوح تقدیری هم بدید تا اینجا اومده زشته. به عنوان خوش‌پوش‌ترین بازیگر سینمای ایران ازش یاد شده که حالا انصافا خوش‌تیپ هم هست دیگه، این رژ لب و این کارهای مختلف هم که میکنه خب طبیعتاً به عنوان خوش‌تیپ ترین آدم هم میتونه شناخته بشه. به عنوان مرد شایسته ایران در مجله پوشش سال 89 کاندید بازیگر نقش اول مرد برای فیلم بوتیک در دنیای تصویر، در جشن دنیای تصویر سال 84 یه فیلم بوتیک بازی کرده بوده که ایشون کاندید شده. یه لوح زرین انتخاب ویژه رو گرفته، حالا گفتن زشته دیگه کاندید شده، یه لوح زرین میدیم جای دوری نمیده. یعنی کل افتخارات آقای گلزار برای بازیگر اینا بوده. یعنی شما یه نگاهی هم به سبک بازیگری آقای گلزار بندازید، نه حرفه‌ای بازی میکنه نه قابل باور، بسیار مصنوعی، بسیار سطح پایین چیپ، فقط به خاطر خوشگل بودنشه که توی سینما ایران. فکر کنم تنها دلیلش میتونه باشه. نگاه بکنید این آیتم چقدر مصنوعیه این طرف. سلام، اتفاقی افتاده؟ سلام، من نمیتونم پیاز داغ درست کنم. خب منم نمیتونم درست کنم که گریه نداره. مصنوعی جلوی این آدم 3 سور میزنه، اصلا چیز نگم براتون. مصنوعی استانداردی داره برای خودشون، اصلا نابود کرده با این سبک اجراش. راجع به خوانندگی و نوازندگی و همه ایناش هم صحبت میکنیم. یه آیتم ویژه و توپ براتون داریم کامل. دوست خوبم هومن تکا آنالیز کرده از گروه ناکوک، تحلیل کرده هم نوازندگی هم اجرای آقای گلزار رو. ببینیم که اصلا ایشون با چه استانداردی اصلا مجوز خوانندگی گرفته توی ایران. دنبالتم چجوری، چرا اینقدر بیخیالی تو بیخیالی تو، اونا همه فالشه، نوتا همه فالشه. حالا ما میگیم مجوز معنا مفهوم نداره، اصلا با چه استانداردی که این گفته خواننده. نوازندگی هم که ادعا میشه ایشون مینواخته در گروه آریان، نوازندگیش هم فیکه و باگ داره و فالشه دیگه. نمیدونم چه واژه دیگه استفاده کنم. یه ملودی بی سر و ته با انگشت‌گذاری‌های اشتباه و ارکستر بسیار مبتدی. یعنی بیژن مرتضوی و شادمهر عقیلی اگر این نوع ویولون زدن رو ببینن با کش خودشون از سقف دار میزنن. آقای گلزار اگر میخوای بدونی که استاندارد ویولون زنی چیه، خودت و طرفدارا اینجوری ویولون میزنن. ببینید
چند سال پیش دارم از قدیم شروع میکنم بیام جلو. یه مصاحبه کرده بود، چپ و راست میگفت من آدم باهوشی بودم، من آدم تیزی بودم، رتبه 5 کنکور شدم و همش از این قضیه به عنوان افتخار یاد میکنه. آره دیگه، من خیلی شاگرد درس خونی بودم، نفر 5 کنکور شدم، 3 سال ریاضی خوندم، بعد رفتم 4 تجربی، خیلی درس میخوندم، نفر 5 کنکور شدم، نفر 5 کنکور شدم، نفر 5 کنکور شدم. البته به همین یه جا محدود نمیشه. چند سال بعدش هم در برنامه آقای رضا رشیدپور هم اومد گفت که من رتبه 5 کنکور شدم و آقای رشیدپور هم از این موضوع به عنوان یک افتخار یاد میکرده. ببینید این فیلم زیر خاکی رو هم. مهمانی که برای آخرین شب شیشه‌ای دعوت کردیم، بازیگر خوشچهره و دوست داشتنی سینمای ایران، نوازنده حرفه‌ای موسیقی، فارغ التحصیل در رشته مهندسی مکانیک سیالات. او رتبه 5 کنکور دانشگاه آزاد در سال 1373 بوده است. محمد رضا گلزار، سلام، شب بخیر، به آخرین شب شیشه‌ای خوش آمدید. عرض ادب و سلام دارم خدمت شما. خب تا اینجا براتون جا افتاد که ایشون گفته که من رتبه 5 کنکور شدم اما رفتم یه رشته دیگه. یه برگه بهتون نشون میدم، یه ویدیو قبلا توضیح داده بودم راجع به این برگه. این برگه نتایج آزمونه که مال سال 1373. اصلا آقای گلزار جز 20 نفر اول هم نیستن، نه رتبه 5. حالا اینا داشته باشید. این یکی آیتم هم ببینید چه سوتی داده در زندگی نامه و رزومه خودش. ببینید. اما راجع به زندگی نامه محمد رضا گلزار یه قسمتی داخل اینترنت بهش اشاره شده، مال زمانهایی که معروف نشده بود و راجع به زندگی نامش صحبت کرده بود. اون قسمت رتبه 5 کنکورش که دروغ گفته رو اینجا میشه گندش بالا آورد و مشخص کنیم که داره دروغ میگه. در قسمتی از زندگی نامش نوشته شده که در سوم دبیرستان در کنکور دانشگاه آزاد در رشته مهندسی مکانیک در واحد تهران جنوب قبول شد و رزرو کرد. در سال آخر به رشته تجربی رفت و به قصد رشته دندون پزشکی کنکور داد، ولی قبول نشد و به همون رشته مکانیک رفت. او فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه آزاد اسلامی. حالا سوال اینجاست کسی که رتبه 5 کنکور شده چه جوری دندون پزشکی قبول نشده؟ این زندگی نامه‌ایه که خودش اعلام کرد. آره دیگه، من خیلی شاگرد درس خونی بودم، نفر 5 کنکور شدم. بله، توجه کردید؟ این آقای گلزاری هستش که گفته بوده که من با ذکر گفتن تونستم به این مرحله برسم و موفق بشم. ولی من وظیفه‌ام بوده، سال‌هاست که میخوام این موضوع رو بگم، ممکنه به یه دم بر بخوره. تا میتونین دعا کنین، تا میتونین تایمای اضافه، اگه نماز که میخونید که وظیفه هر مسلمانی که بخونه، تایمای اضافه تری بذارید برای ذکر گفتن، برای شکر کردن، برای دعا خوندن و اینجور مسائل. حالا اگر استقبال شد ازش جلسه بعدی باز لایو میذارم براتون بیشتر توضیح. میترسم به یه عده بر بخوره که بخوره. من وظیفه‌مه بگم اینا رو باید انجام بدید. یه تایمایی از طول روز رو باید ذکر بگید و این بهتون کمک میکنه. یادتون باشه آدمایی که تو زندگیشون موفقن، آدم بی‌اعتقاد هیچی تو زندگیش ندارد. اینا برمیگرده به یک طول عمر، نه که الان تو دعا بگی فردا صبح اثرش رو ببینی که میبینی، ولی خورد خورد برمیگرده. من از 7 سالگی این کارا رو کردم و من علیه السلامم نیستم. الان یه سری شروع نکنید ماجرا ساختن، ولی من از همه دنیا بیشتر ذکر گفتم تو زندگیم. دوستتون دارم، خداحافظ. من از 7 سالگی این کارا رو کردم، ولی من از همه دنیا بیشتر ذکر گفتم. بله، البته این ذکر گفتن آقای گلزار هم حسابی سوژه شده بود در رسانه ها. که چند تا از تصاویر ذکر گفتن آقای گلزار رو با هم دیگه ببینیم روی تصویر. مثلا در اینجاها ایشون کاملا داشته ذکر میگفته، با تمام اعماق وجودش ایشون داشته ذکر میگفته. همین چند ماه پیش در دبی هم داشته ذکر میگفته و تا باشه از این ذکرها. بله، حالا بگذاریم یکم میایم جلوتر. ایشون خوانندگیش رو هم داشت همزمان انجام میداد و اومد و برای گروه آریان نواخت.
نوازندگیش برای گروه آریان نقطه آغاز دوران معروفیت آقای گلزار بود و از همون موقع به بعد آقای گلزار کم کم به خاطر ظاهر زیباش معروف شد و اصطلاحاً مشهور شد، در بین طرفداران خودش هم قطعاً محبوبه. اما چند سال بعد خبر میرسه که آقای گلزار با یک خانومی در ارتباط بوده، گویا همسر این خانوم و اصطلاحاً شوهرش یکی از این سردارهای سپاه بوده. رابطه گلزار رو میفهمه و گلزار رو به دردسر میندازه و گلزار مجبور میشه که از ایران فرار کنه، بره دبی. توی دبی هم چند سالی بود، 1-2 سالی بود، ممنوع کار شد و نتونست فعالیت بکنه و اونجا گویا رانندگی کرده و پلیس دبی ایشون رو در حین رانندگی با سرعت بالا و مستی میگیره، بازداشت میشه. علی کریمی چون چند سالی رو در دبی فوتبال بازی کرده بوده و رفیق صمیمی آقای گلزار هم هستش، لابی میزنه و آشنا پیدا میکنه و گلزار از زندان در میاره. یعنی اونجا هم تخلف داشته، حالا تخلفش حالا با لابی و اینا تونسته بودن حل بکنن. برمیگرده ایران. در ایران حالا فیلم و سریال های زیادی رو بازی میکنه تا اینکه یهو به سرش میزنه که بیاد و اجرای تلویزیونی بکنه. در یک شب پاییزی دیگه با یک مسابقه جذاب دیگه میهمان منازل شما هست. به مسابقه خودتون، به برنده باش خوشا. خبر رسیده که آقای گلزار برای مسابقه 7 خان 18 میلیارد تومان دستمزد گرفت. البته این دستمزد گرفتن به همین راحتی نیست و شما باید یه سری استعداد مالش، یه سری استعداد تخم و مرغ مالی داشته باشید. آقای گلزار هم که اصلا نگم براتون، به خاطر دوستیش با علی فروغی مدیر شبکه 3 یه فیلم براتون پخش میکنم، قشنگ خودتون دستتون میاد. در اون روزهایی که عادل فردوسی پور با علی فروغی مدیر شبکه 3 درگیر بود، محمدرضا گلزار خیلی شیک و مجلسی چاپلوسی میکرد. ببینید. از مدیر با درایت شبکه 3 جناب آقای فروغی تشکر میکنم. به افتخار آقای فروغی دست بزن. از برادر بزرگم جناب آقای کریمان. یعنی من وقتی این صحبت‌های گلزار رو شنیدم، تنها جوابی که میتونم بدم دکلمه و شعر زیبای شاهین نجفی به این رفتار هاست. راستی گدایی گرفتن و حق خود را با دریوزگی از حکام طلبیدن چیزی جز تجلی نوعی از اختگی سیاسی هنری مدرن نیست. حال میتوان با جدیت فهمید و دید که ما از کجا و چطور سقوط کرده ایم. هنرمندان جامعه آن بی انتها مستقلان و گردنکشانند و باید بر هنر و هنرمندان سرزمین گریست. وقتی این گونه خار و خفیف میشوند و در گیر و دار امنیت و نان و نام حیثیت خیش را حصیر نشیمنگاه دولت مردان میکنند که البته هیچ کدام نصیبتان نخواهد شد، که هر آنچه هنوز دارید را نیز از شما خواهند رو بود و سوراخی را در جانتان بدون اعمال نمیگذارند و تا انتهای ارگاسم سیاسیشان که دچار سادیسمی تاریخی هستند باید مفعولی محکوم باشید. بعد از این اتفاق هم خبر اومد که این مسابقه یه سری داره داخلش کلاهبرداری صورت میگیره، شفافیت مالی درونش نیست. مسابقه تعطیل شد. مسابقه رو بردن توی پلتفرم های نماوا و فیلیمو که این دوتا هم حالا بعداً راجبشون صحبت میکنه. امپراتوری که اومدن خودشون رو مقایسه میکنن با پلتفرم های خارجی مثل نتفلیکس و میگن که آره ما نتفلیکس ایرانی. یک رانتی رو اونجا گذاشتن که حالا راجب این دوتا شرکت مفصل صحبت میکنه، راجب مالکیت این دوتا شرکت و کیایی که در پشت پرده این شرکت ها نیستن، یعنی یه سری آدم های پرنفوذ. بعد از اون آقای گلزار تصمیم میگیره که خوانندگی رو شروع بکنه. اونم شروع میکنه خوانندگی رو با کاور کردن آهنگ همه چی آرومه حمید طالبزاده شروع کردن. همه چی آرومه تو به من دل بستی، این چقدر خوبه که تو کنارم هستی. همه چی آرومه قصه ها خوابیدن، شک نداری دیگه تو به احساس من. بعضی دوستان ما الان هم بد بازی میکنن،
هم بد نمیدونم اجرا میکنن، هم بد میخونن، هم بد، یعنی همه این چیزا هست، ولی خب هست و خیلی هم طرفدار دارن. توجه میکنی؟ بله، بدبختی استعدادی هم نداره آقای گلزار و یه مقداری از اون معروفیت دوران آغازین خوانندگیش رو هم مدیون مرتضی پاشایی و تنظیم‌ها و کارهایی هستش که مرتضی پاشایی پیشنهاد میداد به گلزار، وگرنه گلزار نابودی بود به نظر من توی این خوانندگی. و شروع میکنه کنسرت گذاشتن، کنسرتاش هم پر میشه. دست برقضا یه عده فکر میکنن که آقای گلزار صدای خوبی داره. اومدیم بررسی کنیم ببینیم کیا میرن کنسرت گلزار. دست برقضا یه بار گلزار توی یکی از کنسرتاش لایو گذاشت، بعد می‌بینید که گلزار به صورت خسته خیلی کلاسیک کوک میزنه، یعنی تمام اطرافیانش هم این قضیه رو میدونن، یعنی کوک میزنه براتون در حد لالیگا. چهره‌شو هم که اینجا می‌بینید قشنگ مشخصه هیچی نزده، مثلا چشما رو نگاه کنید. تصویر رو برگردون سمت جمعیت، یعنی کوروکوپر آدم میریزه. 90% جمعیت خانومه، 10% تازه دسته پر دیگه. حالا خیرش رو ببینید دور همین مشتریم آقا هن. بعد من اصلا ناراحت میشم شما فکر کنید که این خانوم ها به خاطر چهره گلزار و رج لبش و اینا اومدن توی سالن، به خاطر صدای ناب و داریوشی گلزار اومدن در کنسرتش شرکت کردن. ولی آقای گلزار نمیدونی که آقا اینا اومدن کنسرتش به خاطر صداش نیومدن، به خاطر خودش اومدن، کراشی که روش دارن. گلزار هم ماشاءالله به هیچ کسی نه نمیگه، انقدر دایرکت دخترا رفته، اون دخترای خوشگل پشگل و اون آدمایی که الان نمیدونم عکسای گلزار رو لایک میکنن، گلزار میره دایرکتشون زیادن. اصلا آدم نابودیه در این موضوعات و زیاد میره دنبال این دختر مختار. خلاصه شروع میکنه کنسرت گذاشتن و فیلم‌های آقای گلزار در کنسرت ها میاد بیرون که فالش و فولش میخونه، یعنی چیزی نابود، نوازندگیش هم نابوده. بله، این قسمت خوانندگی آقای گلزار من خیلی دوست دارم راجبش صحبت بکنم. خیلی موضوعات دیگه هم هست، راجب دوست دخترش با هم صحبت بکنیم، راجب این که میگن بچه داره و سایر موضوعات کنسرت امریکاش هم همینطور. یه آیتم رو هومن تکاف عزیز دوست خوب من از گروه ناکوک آماده کرده و کاملا آنالیز کرده نوازندگی، اجرا و خوانندگی آقای گلزار رو. ببینید چقدر فالشوفوش رو در و داغون میخونه. نه اینو من حالا به صورت تکنیکی گفتم دوستانم آنالیز بکنم، چون من خودم علم و سواد موزیک رو ندارم آنچنان. خواستم قشنگ با سند و مدرک براتون اثبات بشه که ایشون چقدر فالش میخونه. ببینید. خیلی خوش اومدید با آیتم پرژین کوپرنیکوس. امیدوارم که خوب و خوش باشید. امروز میخوام راجع به آقای محمدرضا گلزار صحبت بکنم که ایشون خیلی اصرار دارن که در زمینه خوانندگی و نوازندگی حضور داشته باشن در مارکت حرفه‌ای موسیقی ایران و خیلی جالبه که ایشون حضور هم دارن در این زمینه که هم کنسرت میرن، هم آمریکا، هم ایران، این ور اون ور، و خیلی جالبه که با صدای فالش و نوازندگی فالش دارن در عرصه حرفه‌ای موسیقی ایران فعالیت میکنن. میخوام یه تاریخچه کوچیکی بهتون بدم که اصلا کار ایشون از کجا شروع شد راجع به موسیقی، کار خوانندگی و حالا نوازندگی که دارن انجام میدن. ایشون با گروه آریان شروع کرد. گروه آریان گروهی بود که تو اون خفقان موسیقی که سالیان قبل وجود داشت، یه دفعه سرکله یه شرکتی به اسم ترانه شرقی پیدا شد و آقای رجبپور شد مدیر عامل این شرکت و ایشون استعدادهای بسیار فالش و ناکاربلدی رو تحویل موسیقی ایران دادن توسط اون شرکت، از جمله بنیامین بهادری و گروه آریان و آقای گلزار و خیلی های دیگه که اصلا واقعا وقتی اجرای لایوشون رو نگاه میکنی میفهمی که چقدر بی استعداد و بی تالنت هستن. آقای رجبپور همونجوری که تو صفحه ملاحظه میفرمایید، محسن رجبپور مدیر عامل شرکت ترانه شرقی هستن و مدیر عامل مجمع صنفی تولید کنندگان آثار شنیداری. یعنی ایشون یه جورایی رئیس موسیقی پاپ ایران شدن.
کاملا مشخصه، چون موسیقی همیشه بحث روش هست و هنوز که هنوز ممنوعه، هنوز که هنوز خیلی جاها ممنوعه، برای دخترها و خانم‌ها ممنوعه. خیلی سیاستگذاری عجیبی پشتش هست و مخصوصا موسیقی پاپ ما اصلاً به خاطر خود اون هنر کارش انجام نمیده، فقط برای سرگرم کردن توده مردم و آروم نگه داشتن مردم داره این کار انجام میده. آقای رجب‌پور گروه آریان رو درست کرد و آقای گلزار هم در این گروه نوازندگی میکردن. بریم اول از نوازندگی آقای گلزار شروع بکنیم آنالیز کردن، ببینیم که ایشون اصلا در چه سطحی ساز میزنن و چجوریه ساز زدنشون. بله، همینطور که ملاحظه کردید یه چیز بی سر و ته، یه ملودی بی سر و ته با انگشت‌گذاری‌های اشتباه و ارکستر بسیار مبتدی و خودشون هم که بسیار مبتدی گیتار میزنن. فکر کنم ایشون یه همچین چیزی تو ذهنشون بود که بخوان گیتار بزنن. من یه تیکه براتون از آقای ویسنت آمیگو بذارم که ببینید این گیتار رو چه مدلی میشه زد. بله، ایشون آقای ویسنت آمیگو بودند، از نوازندگان مطرح و به نام موسیقی فلامنکو دنیا. خب ببینید این ور دنیا شایسته سالاری هستش و همه چیز روی حساب کتابه، مثلا در قسمت هنر و فرهنگ یه جامعه بسیار وقت گذاشته میشه، چون واقعا هنر و فرهنگ یه جامعه است که جامعه رو میسازه. وقتی که اون موسیقی و نوت‌ها آلوده باشه و فالش باشه، متاسفانه جامعه رو هم فالش خواهد کرد. ایشون یه ویدئویی از خودشون گرفتن و گذاشتن توی اینترنت، دارن دوئت اجرا میکنن. دوئت یعنی دو نفر ساز زدن و اون دوستمون که این ور نشسته و آکومپانیمنت یعنی آکوردای کارو میزنه، کاملا گیتارش ناکوکه و خود آقای گلزار هم گیتارش ناکوکه و همینجوری نشستن و میزنن بدون اینکه اصلا بلد باشن ساز و کوک بکنن. یعنی حتی فکر میکنم اگه تیونر رو استفاده میکردن بازم یه مقداری سازشون بهتر بود و این نشون میده که اصلا اطلاعی راجع به این ندارن که اصلا فرکانس موسیقی چی هست. خیلی با اعتماد به نفس نشستم و یه ملودی بسیار ضعیف و گیتار ناکوک و دو تا ساز که هر جفتشون کوک نیستن. دوستانی که موزیک حرفه‌ای کار میکنن و نوازنده گیتار هستن کاملا متوجه صحبت‌های من خواهند بود. البته ما قصدمون اینه که گوش مردم عزیزمون هم آشنا بکنیم با اینکه فالش بودن چطوری میشه تشخیص داد که فالش بودن یک ساز و خواننده رو. خب بریم ویولون زدن ایشون رو توی کنسرتی هم ببینیم. ایشون علاوه بر این که ساز گیتار رو در حد حرفه‌ای فالش مینوازن، ویولون هم دستشون گرفتن تو کنسرت مینوازن و گروه ارکستر هم دارن نگاش میکنن و میخندن و با هم خوب و خوشن و جالب اینجاست که مردم هم تشویق و جیغ و هورا بابت فرکانس غلط و فالشی که توی سالن هست. هیچ جای دنیا اینجوری نیست که اولا یه هنرپیشه که خواننده نیست یا نوازنده نیست بیاد کنسرت بده، دوم این که بیاد کنسرت بده فالش هم بخونه بعد جیغ و هورا و دست و سوت و اینا هم واسش بزنن. حالا بریم ببینیم که ویولون زدنشون چطوره. این شده بساط موسیقی پاپ ما که فقط یه عده برای سرگرم کردن مردم دارن موسیقی پاپ رو به سخره گرفتن و موسیقی رو به سخره گرفتن، چون واقعا موسیقی
گفتم بهتون تو برنامه قبلی تا دکترا مدرک داره و شما نمیتونی همینجوری وارد عرصه حرفه‌ای موسیقی بشی بدون هیچ تالنت و سوادی، که اصلا این تو جامعه ما در همه زمینه‌ها مشهوده که اصلا احتیاجی به سواد و تکنیک و اون کارشناسی نیست. هر کسی نزدیکتر باشه به سیستم برای سرگرم کردن مردم و اذیت کردن مردم، همه چی براش رو به راهه و همه چی مرتب. این هم از نوازندگی آقای گلزار. حالا بریم کنسرتاشونو یه نگاهی بندازیم ببینیم ایشون توی کنسرت چی کار کردن علاوه خوانندگی. تو میگیری دست سردمو وای نمیشه باورم عشق اول آخرم تو شدی تمام دردمو. ببینید یه صدای کاملا فالش خارج از تونالیته گام فا دیز مینور هست. اگر بخوایم علاوه تکنیکی حساب کنیم توی این تونالیته خواننده داره میخونه ولی نوتاش کثیفه. اصلا اگه دقت کنید هیچ کنترلی روی صدا نیست و ایشون اصلا این کاره نیست که بخواد کار خوانندگی انجام بده، ولی جالبه که کنسرت پس از کنسرت داشتن قبل از کرونا. حالا یه اجرا دیگه ببینیم از ایشون. بعد از تو کی باز بیاد پر نمی کنه جای توی سانچک هستن و دارن صداشون رو قبل کنسرت تست میکنن، صدا برداری میکنن که آماده بشن برای کنسرت. گام لا بمول مینور هستش. تمام نوتایی که توی این تونالیته دارن میخونن فالشه، یعنی اون تعادل نداشتن روی نوتا. لای لا 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 لا. مثل اینکه ایشون این ویدیو رو هم توی صفحه اینستاگرام خودشون گذاشتن که کلی هم مردم اعتراض کردن. خیلی جالبه که بالاخره مردم ما دارن به این بی احترامی به هنر و به سخره گرفتن هنر اعتراض میکنن که شما که این کار نیستین چرا باید دخالت تو کار حرفه‌ای هنر بکنیم. ادامهش رو ببینیم. خالی تو ببینید اون تعادل نداشتن ها روی نوتا ته جملاتشون همه فالشه. بماند که تمام این نوتای توی این تونالیته هم باید دقیقاً درست و فیکس باشه. با سولفژ کار کردن اینا کوک میشه که معلومه که اصلا ایشون نه سولفژ کار کردن، نه ساز بلدن خوب بزنن، نه خوب بلدن بخونن. دنبالتم چجوری چرا اینقدر بیخیالی تو بیخیالی تو. اونا همه فالشه، نوتا همه فالشه، یعنی اصلا احتیاج به آنالیز نداره. هر گوشی که یه مقداری موسیقی رو درک کرده باشه و حرفه‌ای شنیده باشه کاملا متوجه میشه که این نوتا همه فالشه و بیرونه. جای خوبمون بیا بذار جلو پام یه راهی تو بعد از تو هر کی باز بیاد پر نمی کنه بعد از تو هر کی باز بیاد. ببین اونجا همه نوتا بیرون فالشه، یعنی اصلا کلا فالشه. اصلا نمیتونم بگم که خوبه یه دفعه فالش میشه یا مثلا خواننده توانایی یه جایی حالا خسته بوده. ایشون تو همه اجرا فالشه، تو همه اجرا نوازندگی ضعیفی داره، تو همه اجرا خوانندگی ضعیفی داره و جالب اینجاست که کنسرت هم میره. من قلاب نیستم و ماهی تو به خاطر روزای خوبمون بیا بذار جلو پام یه راهی تو یه راهی تو. خروسک هم توی صداشون هست و من نمیدونم واقعا این سیستم ناشایسته سالاری، شایسته سالاری هم نه، یعنی شایسته سالاری مردمی که بچه‌ای که استعداد دارن بیان تو رأس کار کی میخواد تو جامعه ما حکم فرما بشه. این یه چکیده‌ای بود از آنالیز آقای محمدرضا گلزار. ما هیچ مشکلی با این دوستان نداریم، فقط علاوه کارشناسی موسیقی آنالیزشون میکنیم. ایشون اینقدر بد ساز میزنن و بد میخونن که من اصلا
نتونستم خوب ایشون رو آنالیز بکنم، چون دیگه از قدرت حرفه‌ای من خارج بود قدرت کار آقای گلزار. امیدوارم که روزی بشه که همه چیز سر جای خودش قرار بگیره. بله بسیار درستم آقای تکاب اشاره کرد که این افراد همینجوری بدون آزمون و همینجوری یلخی میان و توی صنعت موسیقی ایران فعالیت میکنن، در خصوص سینما ایران که تکلیف مشخصه دیگه، در خصوص خانم ها که هر کی بهتر بده تهیه کنن، در چقدر رابطش با تهیه کننده ها بیشتر باشه اون راحت تر میتونه فعالیت بکنه. راجع به خیلی هاشون هم حالا برنامه میسازیم و خواهیم ساخت از حالا بعد، قبلا هم ساختیم و شدتش بیشتر خواهد شد در طول این 1-2 ماه آینده، بشینید تماشا بکنید. اما آقای گلزاری که این خوانندگیشو آنالیز کردیم 2 نوامبر 2019 تصمیم میگیره که در امریکا کنسرت بذاره، در لس آنجلس، که این قضیه البته اون موقع جنجال‌های زیادی رو ایجاد میکنه، هرچند نشون میده که ارشاد ایران و دستگاه‌های نازه و ایران با یک سری از این تلویزیون‌های ماهواره لس آنجلسی ارتباط دارن. اونا الکی میان جلوی دوربین میگن آخوندا 2000 فلان بیست، همشون با هم در ارتباط. و از اون طرف میاد و توی امریکا کنسرت برگزار میکنه. قبل از برگزاری کنسرت حاشیه‌ها و جنجال‌ها زیاد میشه در خصوص این کنسرت، حتی 20 هم نسبت به این قضیه واکنش نشون میده. ببینید کنسرت‌های پاپ کم طرفدار در خارج از کشور به نظر میرسه کم کم داره در داخل کشور به یکی از موضوعات قابل تأمل تبدیل میشه. در یکی از تأمل برانگیزترین این استقبال نکردنها بشنوید از اجاره سالنی با 3500 نفر ظرفیت که توسط آقای بازیگر برای اجرای کنسرتش در یکی از شهرهای آمریکا انجام شده، اما تعداد خریداران بلیت به 150 نفر هم نرسیده. خواننده‌ای که امروز در امریکا مورد استقبال مخاطبان و حتی مخاطبان ایرانی قرار نمیگیره، کسی است که در ایران ویدیوهاش منتشر میشه با این تیتر که طرف تونسته مرزهای فالشخونی رو جابجا کنه. مگه میشه رو اینجوری ساز زد؟ این اتفاق یه تلنگری است برای ما مخاطبان داخل ایران. وقتی به کشور دیگه‌ای میره که اونها فاکتورهای انتخاب هنرمند و انتخاب رویدادشون با ما متفاوت است، میبینیم اونجا مخاطب چندانی نداره. اما این در حالیه که کنسرت آقای گلزار در بهترین حالت ممکن 150 تا 170 تا بیشتر بلیت نفروخته بوده. دیگه اون امریکایی انقدر خواننده دیدن میگن کیه؟ مثلا 150 60 تا از اونها فکر کنم 30-40 تاشون کراش داشتن رو آقای گلزار، بقیه هم فک و فامیل اینا بودن دیگه، گفتن تو رو درواسی دختر کراش داشته و بابای رفته کنسرت. دیگه تونستن بلیط‌ها رو زور تپونی بفروشن، 150 تا 170 تا که من شنیدم که اون کنسرت یه ضرر نزدیک 40-50 هزار دلاری هم رو دستشون گذاشته بوده. از اون طرف میان تیوی پلاس که اوف راجع به این تیوی پلاس یعنی براتون ویژه برنامه داریم. خاله زنکای شماره 1 که چجوری سال آقای حسینی رو کلا گذاشتن در اون سال‌ها، تیوی پلاس از چنگش در آوردن. یه 2 تا داداش و خواهر، یعنی ببینید اینا خاله زنک‌ترین آدمایی هستن که من تو زندگیم دیدم. من خودم پاپاراتزی ام، همه حرف می‌زنم، اینا یه سور به من زدن، اینا دیگه کیان؟ دایشو بهتون میگم. یعنی از اینایی که میافتن تو زندگی این زنای شوهردار، نمیدونم این مردایی که زناشون بازیگر هم میافتن به توی زندگی اینا، این فراهانی‌ها هم خودش هم داداشش هم خواهرش نابود میکنن. اینا کسایی هستن که در رأس تیوی پلاس، یعنی ببینن یه آدم پولدار میرن بالا سرش اینجوری چنبره میزنن تو زندگیش. راجع به تیوی پلاس هم زیاد صحبت داریم که از مال آقای گلزار هم اینا زیاد رفتن بالا، از مال خیلی از بازیگر رفتن بالا، ولی از مال گلزار اینا زیاد رفتن بالا. یا مصاحبه گرفتن با آقای گلزار قبل از کنسرت امریکاشون، حاشیه‌ها در سال 2019 در ماه نوامبر خیلی زیاد شده بود، حتی قبل از نوامبر هم بود این حواشی. خب بله، آقای گلزار که میگفتن که سنجش کنسرت بعدش انجام میشه، که دیدید دیگه آقای تکاف آنالیز کرد که دیگه اصلا نیاز به توضیح نیست، این در خصوص سنجش کار شما. بعد گفته بودی که 60% بلیط رو ما فروختیم و تونستیم موفقیت‌های زیادی کسب کنیم. من یه ویدیو براتون پخش میکنم، سال 2019 ساختمش، 2 سال پیش، خیلی‌ها دیدن. اون موقع ما مچ آقای گلزار گرفته بودیم، چون الان که دیگه سایت نیست ما بریم ببینیم که چند نفر فروش رفته. اون موقع که آقای گلزار این حرفا زد ما سریع رفتیم تو سایت ببینیم که چند تا بلیط فروخته. ببینیم این ویدیو رو که مچ آقای گلزار گرفتیم. جالب. 48 ساعت پیش تصویر فروش بلیط رو
گلزار ارسال میکنه برای رسانه تیوی پلاس که اینور من گذاشتم. خودمونم دقایقی قبل از ضبط این برنامه رفتیم تو سایت فروش بلیط و تصویرش گذاشتیم اینور. دقیقاً تو 48 ساعت گذشته یک دونه بلیط هم فروش نرفته. یعنی وقتی شما 2 تا تصویر رو مقایسه بکنید متوجه میشید که هیچ بلیطی تو 48 ساعت گذشته فروش نرفته، در صورتی که هر چقدر ما به روز برگزاری کنسرت نزدیک میشیم باید فروش بلیط بیشتر انجام بشه. 160-70 تا بلیط فروختن، بقیه رو هم خودشون تو سایت بوک کردن. از اون طرف هم ور میدارن همه رو دم در سالن رایگان میفرستن داخل و بله بلیطا رو هم دیگه خودتون میدونید دیگه، حالا سایت اونجا میبینه سلکت شده همه خریدن و اینا. چون آقای گلزار خیلی اعتقاد داره به بازارگرمی و اینکه برند خودش رو دسته بالا بگیره. مثلا اومده با یه شخصی به اسم مهدی رسایی تو دبی برای یه برندی به اسم نمیدونم چی لند اینا که لپتاپ و این چرت و پرتا میفروشن، موبایل میفروشن، گفته که من شدم سفیر برند این اصطلاحاً برنده. بعد چون انداخته بین بازیگرها که من 20 میلیارد تومان از این برنده گرفتم دارم براش تبلیغ میکنم. از اون طرفم صاحب اون برنده هم گفته آره من 20 میلیارد تومان دادم که آقای گلزار بشه سفیر برندم و تبلیغ بکنم برام. چوسی فیک. چرا اصلا کلاسا رو میذارن و چوس کلاس میذارن به معنای واقعی؟ خیلی لاکچری میخوان خودشون نشون بدن. دلیلش خیلی ساده است. کلا اگر یه آدمی گنده گوزی کرد و اومد گفت مثلا من برای فلان کار 5 میلیارد گرفتم، حالا اینجا گفتم 20 میلیارد، یا مثلا من اومدم 50 میلیارد گرفتم، 2 تا دلیل داره. یکی این که اون کسی که پولو پرداخت میکنه، چون سیستم مالیاتی که ایران نداره که، سیستم شل شخمی. تو آلمان باشه خشته که تو پرچم میکنن بگن این پولو گرفت، میگن اول به مالیاتشو بده. ولی تو ایران وقتی این چیزا نیست خیلی شیک و مجلسی میتونن این سری کارا دیگه انجام بدن. میان چیکار میکنن؟ اونی که پولو نداده میاد میگه من دادم، همه جا میره رخ و عقاب میگیره، بله من این پولو دادم به این برنده، اعتبار برای خودش میگیره. فیک. اونی هم که اینو نگرفته میگه آره گرفتم، برای اینکه بقیه بگه ببینی این برنده به من 20 میلیارد داد، تو بعد من 21 میلیارد بدی. اینجوری خودشونو فیک میکشن بالا. حالا پشت پرده دارن چه کاری انجام میدن بمونن. اینم در خصوص آقای گلزار. آقای رسایی که استوری هم گذاشتن تو دبی رفتن، دبی برندش هم جمع کرده برده دبی. آقای رسایی واسه میگم که این حرکات فیک رو زیاد میزنن. برای بلیت کنسرت هم همینجوری بود، یعنی کلا 150 تا فروخته بودن، میگفت ما 60% سالنمون رفته. حالا بریم جلوتر. فیلمای کنسرت هم اومد و بلیط‌ها رو برداشتن مفتی داده بودن، یعنی بلیط‌ها رو برداشته بودن تو مفتی دادن این ور اون ور که سالن فقط شلوغ بشه، آبروشون میرفت دیگه. دم در سالن هم بچه‌های ما توی امریکا که بودن ازشون پرسیدم و دم در همینجوری مفتی بلیط میدادن تو رستوران‌ها و جای مخابره بلند شد کنسرت آبرومون داره. کنسرت برگزار میشه. سرمایه‌گذار اصلی این کنسرت شخصی بوده به اسم آقای رابرت دهنوشی. یه دونه کاور داره آقای رابرت دهنوشی به اسم استراندرند که آقای علیرضا امیرقاسمی اومدن و توی این کاواره چند برنامه رو اجرا کردن. نکته‌ای که وجود داره این هستش که این کنسرت رو علیرضا امیرقاسمی با همکاری رابرت دهنوشی و مسعود جمالی برگزار کرده. یعنی بچه‌های تلویزیون تپش که یه تلویزیون ماهواره‌ای هستن برای یک خواننده مجازی که از ارشاد ایران مجوز گرفته کنسرت برگزار کردن. مگه میشه؟ چه ارتباطی بین ارشاد ایران و این افراد وجود داره؟ حالا جلوتر فکتش رو هم به شما نشون میدیم. و مسعود جمالی هم یکی دیگه از سرمایه گذارایی بوده که توی این مراسم بوده. مسعود جمالی که دوست آقای گلزار هستش، رابط دهنوشی و یکی دوتا و علیرضا امیرقاسمی و یکی دوتا دیگه از بچه‌ها. حالا کنسرت امریکا رو کی پروموت میکرد؟ قبل از اینکه کنسرت برگزار بشه آقای علیرضا امیرقاسمی خیلی سوسکی، خیلی ریز میاد و در تلویزیون تپش، چون سرمایه‌گذار رفیقاش بودن خودش هم شریک بوده دیگه، میاد خیلی سوسکی و ریز تبلیغ میکنه برای آقای گلزار. چه جوری؟ به این سبک. ببینید بریم با هم دیگه یک صحبتی بکنیم برای اینکه یکی از هنرمندان خوبمون داره میاد به لس آنجلس و کنسرت داره در لس آنجلس و رضا گلزار به آمریکا آمده، در لس آنجلس کنسرت داره تاریخ 2 ماه نوامبر. اینم جز اون چیزایی که بعد تیکتاشون رو زود بگیرن، چون که اسم محمد رضا گلزار جای رو خیلی راحت پر میکنه.
این خانمی کنار دستش هم خب نقش پیازداغ داره دیگه، میگه واو انگار مثلا همین 5 دقیقه پیش خبر شنیده، همون لحظه شنیده، یعنی خبرم نداره. اصلا ناراحت میشم که اینا پشت پرده با هم دیگه بستن. علیرضا امیرقاسمی قشنگ شیک یه برنامه رو کامل اختصاص میده به اینا و براشون تبلیغ میکنه، توضیح هم میده یه خواننده خوبه فلان بیسان بهمان، میخواد بچپونه و بتپونه به مردم این خواننده رو برن کنسرتش. ببینید تنها کنسرتیه من خبردار شدم که رضا عزیز فقط 2 تا کنسرت داره در آمریکا برگزار میکنه. دیدن رضا برای خود من جالبه و من من به محض اینکه خبر رو شنیدم برگشتم برای من لطفاً تیکتامو بذارید. خیلی فکر خوبه، خیلی خوبه و من مطمئن هستم که خیلی ها این کنسرت رو میرن. ما خودمون هم دوست داریم این کنسرت رو بریم. در خصوص علیرضا امیرقاسمی سایر تلویزیوندارهای لس آنجلسی هم بگم که اینا بیشترین خیانت رو به مردم کردن، بیشترین نامردی کردن، فکر جیب خودشون میدن. بعد از اینکه انقلاب شد تلویزیون‌های لس آنجلسی مثل قارچ رشد کردن و اومدن بالا. 7-8 تا خواننده رو برداشتن و بهشون گفتن که ما شما رو در طول 1 سال پروموت میکنیم، اجراهاتون کاملا برای ماست و از اون طرف ما شما رو معروف میکنیم، آهنگاتون رو تو تلویزیونمون پخش میکنیم، باهاتون مصاحبه میکنیم، یه ما یه بار اینجایید. خلاصه اونا هم 24 روی آنتن بودن، معروف شدن، مشهور شدن، چون مردم رسانه دیگه نداشتن، مجبور بودن این تلویزیون ماهواره ببینن. اتوماتیک همه اینا رو دیدن. بعد کنسرت های اطراف ایران مثل دبی و ترکیه و آذربایجان و سلیمانیه رو همین مدیر تلویزیون های لس آنجلسی برگزار میکردن و پولش رو تو جیب میذاشتن، هرچند یه درصدی رو هم به یه سری افراد پرنفوذ داخل ایران میدادن و یه پول سنگینی رو میزدن به جیب. و سیستم هم مافیاگونه بود دیگه، کسی که استعداد موسیقی داشت، صدا داشت، اینا دیگه نمیتونستن بیارن تو تلویزیونشون، نه میتونستن نه میخواستن. میگفتم اون تا اینو بخوایم ما پروموتش بکنیم 2-3 سال طول میکشه، ولش کن، بذار همین درب و داغونا خواننده‌های لس آنجلسی که 40 سال 50 سال داریم برامون میخونن و همینا بیان فالش و پوش تو کنسرت‌ها بخونن. بعد ما میایم میگیم توی کنسرتی ابی داره فالش میخونه، گوگوش داره فالش میخونه، به تیز قوای عده برمیخوره، ناراحت میشن. میگم ما 40 سال با اینا خاطره داریم، قربت من خاطره داره، ولی طرف بد آهنگ فکر چپونده، بد یک آهنگ فالش چپونده، هیچ زحمتی نکشیده، صداشو قبل از کنسرت با مشروب و اینا گرم میکنه، بجن که به قول دوستان ما آقا هومن و افراد دیگه بخواد با واناپ یا همچین چیزی گرم بکنه صداشو. اینا برای ما شده بودن خواننده ها و اسطوره ها. بگذاریم بیایم جلوتر. گفتم سرمایه گذارای کنسرت آقای گلزار کیا بودن؟ رابرت دهنوشی، مسعود جمالی و علیرضا امیرقاسمی. مسعود جمالی و علیرضا امیرقاسمی 10-11 سالی با هم قرار بودن، همون سالهای 77 تا 78 که بعد از اون علیرضا امیرقاسمی تلویزیون‌های تپش رو تعطیل میکنه، تیوان و تیتو رو میزنه. مسعود جمالی میره ایران، چند سالی رو بازداشت میشه، سرمایه‌اش رو میگیرن ازش، دوباره برمیگرده امریکا و تورهای کشتی و تورهای کنسرت لس آنجلس رو با علیرضا امیرقاسمی دوباره برگزار میکنه. شب‌های فراموش نشدنی در لاس وگاس 2019. میزبانان امسال شما مسعود جمالی و حالا بعد از اینکه این اتفاقات افتاد و ما چند سال پیش هم مستند رو گلزار این کنسرتش ساخته بودیم دیگه و گفته بودیم آقای گلزار نمیدونم کنسرت توی امریکا شو کی داره میچرخونه و علیرضا امیرقاسمی یکی از افراد هستش. علیرضا امیرقاسمی اومد مثلا جوابیه ما رو بده 8 نوامبر 2019 اومد و جوابیه ما رو بده و توی اون ویدیوش یه سری توضیحات میده و یه سری ماسمالیا میکنه که جالبه. ببینید با خبر شدیم که محمدرضا گلزار داره میاد به لس آنجلس و یک کنسرتی خودش برگزار بکنه. توجه کردید کلید واژه رو؟ میاد میگه که گلزار کنسرتش رو خودش برگزار کرده و یک کنسرتی خودش برگزار بکنه. از واژه خودش استفاده میکنه و میگه گلزار خودش پول داده که کاملا بکشه خودش رو کنار، بگه من نبودم، نمیدونم رابرت دهنوشی نبوده، مسعود جمالی نبوده، خود گلزار بوده. مدام از واژه خودش استفاده میکنه و جالبه که میگه که من اصلا گلزار رو نمیشناختم. کی گفته؟ من اصلا تازه آهنگش دیدم قراره کنسرتی برگزار بکنه، اصلا گردن نمیگیره.
وقتی گندش بالا میاد یه ارتباطی بین علیرضا امیرقاسمی و گلزار است، ببینید چه جوری علیرضا امیرقاسمی در میره از زیر موضوع. ببینید رضا گلزار از لحاظ خوانندگی و یه چند تا کارش هم گوش کردم و اینها و این بخش همون چطوری دیوونه و این کارها رو گوش کردیم و بال بود، خوب بود، بد نبود. بله توجه کردید. دوباره یه چند دقیقه جلوتر میاد و میگه که یه عده اومدن و میخوان دستای ما رو بکنن و پشت پرده ها رو میخوان رو بکنن. کنسرت گلزار توسط خودش دوباره انجام شده. یعنی اصلا گردنگیر متاسفانه ضعیف. ببینید دیدیم تو ایران شروع کردن گفتن که آره نه این کنسرتش 117 تا بلیت فروخته شده، اما تعداد خریداران بلیت به 150 نفر هم نرسیده. بعد یکی تو اروپا گفت میخواد اصلا باور کرده این نیست ولی میخواد اصلا پرده برداری کنه که آقا من اصلا این کنسرت کسی بلیت نفروخته، وضعش خرابه، داغونه و این مسائل رو رفت جلو. بله خیلی هم دنبال سند میگرده و میگه سند نشون بدید. این حرفا چیه؟ شما چرا حرف بی سند میزنید و این چرت و پرتا چه میگید؟ بله سند عرض میکنم خدمتتون. سند میشه شماره تلفنی که در بیلبوردهای تبلیغاتی آقای گلزار در امریکا دیده میشه، در پوسترهای تبلیغاتی، در تیزر آقای گلزار دیده میشه. شماره تلفنی هستش که دقیقاً شماره تلفن آقای مسعود جمالی هستش که برای تور کنسرت‌های کروز کشتی و تور کنسرت‌های لس آنجلس داشت استفاده شده. گلزار از طرف خودش داشت کار خودش رو انجام میداد. ما هم اینجا یه گاهی وقتی صحبتی میکردیم و حرفی زدیم و انگار که بقیه دوستان آمدن، حالا بخواد بنیامین بوده باشه یا محسن یگانه بوده باشه یا احسان خواجه امیری یا حامد همایون و یا خیلی های دیگه‌ای که به هر صورت اومدن تو این شهر رفتن و اکثر این کنسرتاشون هم که دیدن، اکثر که نه همه کنسرتای اینا رو من رفتم دیدم و از اون طرف خیلی زیرپوستی حمایت میکردن از آقای گلزار. حالا چه رابطه‌ای بین رابرت بهنوشی، مسعود جمالی و رضا امیرقاسمی در یک سمت و گلزار تونش در یک سمت دیگه هستش خودتون پیدا کنید پرتغال فروش رو که آیا ارشاد ایران با این افراد ارتباط داره یا نداره و افراد بی استعدادی که در حتی نوازندگی، نه در خوانندگی و نه در اجرا هیچ گونه استعدادی ندارن و با ران و لابی میان بالا. وضعیت همین میشه که هنرمندهای واقعی مثل بهروز وثوقی و سایر هنرمندها و بازیگرهای قبل از انقلاب حسرت یک بار دیدن ایران رو میخورن. قسمت نه، تصمیم بگیریم که بریم تیکتتون رو بگیریم رضا گلزار عزیز و یک همتون رو اونجا ببینیم انشالله. بله. طنز تلخ روزگار را در این عکس میتوان به خوبی دریافت. سوپراستار امروز سینمای ایران در کنار سوپراستار دیروز. سوپراستار امروز محبوب است، پولدار است، ماشین‌های متعدد دارد و حتی در حال طراحی خودرویی به نام رضا روور است. کنسرت‌هایش مالامال از هوادار و فیلم‌هایش پرفروش است. صف نظریه‌هایش که دیگر هیچ جای سوزن انداختن ندارد. مجری محترم مسابقه موفق تلویزیونی برنده باش، هنرمند ارجمند آقای محمد رضا گلزار. از این سو آقای گلزار فرش قرمز برای شماست، خواهش میکنم. متشکرم. به اعتبار 36 سال اجرای تلویزیونی عرض میکنم که یکی از ویژگی‌های شاخص آقای گلزار این است که تلویزیون رو به مصادره خودشون در نیاوردن، بلکه خود رو در اختیار تلویزیون و برنامه تلویزیونی قرار دادن. به افتخار آقای گلزار. اما سوپراستار دیروز پیر و غمگین است و برای دیدن عزیزترین کسانش که در حال مرگند نمیتواند به ایران بیاید، چه رسد به بازی در فیلم و لذت بردن از حضور خیلی عظیم هوادارانش. صحبت از سرکوب سلیقه مردم و بستن همین فضای حد اقلی هنر نیست. صحبت از دردی است که همواره با جامعه هنری ایران خواهد ماند. درد تبعید ناخواسته کسانی
که برای عرضه کردن فقط یک متاع داشتند: هنر. آدمی که نتونه به وطنش برگرده میشه زندانی، در هر کجای دنیا هم باشه فرقی نمیکنه، چون وطن چیزی نیستش که آدم بتونه راحت فراموشش بکنه، به هیچ وجه نمیتونه فراموش کنه. منم مربوط میشم برای هموطنام همیشه میلرزه، به خصوص جوونا که با عشق برای من ایمیل میفرستن و هنوز من یادشون نرفته و بعد از این همه سال نسل سومیه که من یادش موندم و برای من ایمیل میفرسته. 18 19 20 سالشه منو ندیده اصلا. بله، در هر صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اینم گوشه ای از برسیم به دوست دختر آقای گلزار که میگن ایشون با یک دختر خانم به اسم آیسان دوسته که باش دبی رفته و اون عکس هم مال یک خانم بوده به اسم آیسان یا همچین چیزی. بله، حالا برسیم به دوست دختر و این موضوعاتی که خیلی براتون جذاب هستش. گفتم دیگه گلزار عموما با دختره کم سن و سال میپره. میگن که یه دونه بچه داره آقای گلزار تو دبی و برای همین توی دبی مونده. گلزاری که خیلی حالا کم سن و سال دوست داره. اسم بچه‌ش هم بهاره تا جایی که حالا ما شنیدیم و مادر این بچه شاعره و شعر میگه، نونیمه، یعنی هیچ اسم خاصی نداره و بیشتر شعرها و متنایی هم که گلزار توی پیج خودش میذاره از طریق این خانومه است که احتمالاً هم کم سن و سال هستش و با هم تو دبی هم دیگه. حالا کسی از این فوتبالیست‌ها هم زیاد میرن توی دبی و سر میزنن به آقای گلزار. ایشون هم ماجراش همین بوده، برای همین یه مدتی هستش در دبی و زندگی لاکچری هم نشون میده و نمیدونم ماشینای آخرین مدل اینا که واقعا هم فکر کنم خوشایند نباشه در شرایط مملکتی که مردم دارن شرایط سختی رو میگذرونن، مشکل آب، مشکل برق، مشکل گرونی، مشکل مسکن، گرده بیان برای خودنمایی، برای همین مردمی که کردن اینا رو سلبریتی رخ عقاب بگیرن و زندگی لاکچریشون رو به نمایش بذارن. در هر صورت مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید و ممنون از شما. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. مرسی.